خب بخش پایانی قطعه شهرنشین رو با هم پیش میبریم. ریتم ما که همونه، فقط باز اینجا یک بازی با اون 3 3 2 و 2 2 2 2 2 میشه، یعنی یک در میان هی داریم اینا رو میشنویم، یه بار اون 3 3 2 رو میشنویم، یه بار 4 تا 2 تایی رو میشنویم. پس اون مد نظر قرار بدین. توی بخش پایش هم ما دیگه اون مضرب پایه ساده رو نداریم که توی بخش اولی داشتیم، این نیست، این نوت زینت به 3 داریم میشه. اینم باید راست فقط باید بزنیم عشان صداش بیاد. ببینید این 1 2 3 1 2 3 1 2، اما در ادامهش میشه 1 2 1 2 1 2 1 2. مد نظر قرار بدین. پس یک بار بدونی که بشمارم چون شمردم براتون. میریم توی پرده‌های نیشابورک، یعنی پرده‌های 7 و 8، پرده‌های ر و می. یه اشاره به حالا گوشه نیشابورک توی نوا می‌کنیم. خب 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. این 1 2 که میشنویم از میزان قبله. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 میشه. میشمارم 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 بدون اینکه بشمارم براتون اجرا میکنم که بفهمید ملودی گردانی و انگشت گذاریش که خیلی مهمه و چه شکله.